در کدام دین، در کدام جمعیت، در کدام مدنیت، در کدام تمدن مرد وظیفه‌دار است که به همسرش تحفه عروسی هدیه کند و همسرش حق دارد که با آن هر کاری که می‌خواهد بکند و مرد حق گرفتن و یا حق پرسیدن آن را ندارد و نوابسته از هیچ چیز این وظیفه حتمی مرد است. و اگر زن وفات کند و مرد آن را نداده باشد، پس مرد وظیفه‌دار است که آن را به وارثان زن بدهد، یعنی به پدر، مادر، برادران و یا اپا و خواهرانش. در کجا است چنین حقوق؟ غیر از آن که در اسلام. در کجا مرد وظیفه‌دار است که کار کند و خانواده اش را تأمین کند؟ زن باشد نه. ولی اگر او بخواهد این برایش منع نیست، با اجازت شوهرش. اگر او کار کند پس پولهای کار کردهش از خودش است و او مجبور نیست که آنها را بدهد. در کدام دین وقتی مرد از زن جدا می شود، در دوام 3 دوره حیض مرد وظیفه‌دار است که زن را با منزل و خوراکواری تأمین نماید و تا آخر عمر مرد باید که فرزندان را تأمین نماید، نه اینکه زن، حتی اگر فرزندان با همراهی مادر باشند. کدام دین از این باره میگوید؟ غیر از اسلام. در کدام دین گفته شده است که اگر دشمن تو که با تو مبارزه میبرد و تو تیر میکشاید، لیک آمده به تو میگوید خواهش میکنم به من در خانه‌ات جای بده، از ارتش میبراید و به سوی تو میآید، بعد آن که او بسیاری از رفیقان و برادران خواهران اسلامی تو را به قتل رسانید و آمده از تو پناهگاه طلب میکند. کدام دین تو را وظیفه‌دار میکند که به او پناهگاه بدهی؟ این در قرآن آمده است. اگر کدام یک نامسلمان با تو میجنگد و باز آمده از تو پناهگاه میطلبد، تو وظیفه‌دار هستی که به او پناهگاه بدهی. کدام دین چنین میگوید؟ و وقتی که آنها به مکان خود برمیگردند، چه گناهی که قبلا دشمن بودند باز همان گونه دشمن میشوند، همان گونه دشمن. کدام دین چنین میگوید؟ کدام تمدن یا جمعیت ما را نعمت می‌دهد، برکت می‌دهد هنگام تولد شدن دختر؟ مثلا وقتی در بسیاری از فرهنگ عرب‌ها یا در دیگر جمعیت‌ها، حتی در روزهای ما وقتی در خانواده دختر تولد می‌شود، همه خاموش می‌شوند. در دولت لبنان ما می‌گویند اگر در خانه همه خاموش باشند، پس دختر تولد شده است. وقتی پسر تولد شود، همه خرسندی می‌کنند. کدام دین نعمت می‌دهد و گفته شده است هر پدری که صاحب 3 دختر باشد که آنها را در تقواداری به وایه رسانیده باشد، پس هر آینه آنها برایش همچون حمایه از آتش خواهند شد. حتی یک دختر. و اینجا گپ سر پسر نمی رود، نه این که پسر بلکه دختر و تنها دختر. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی و دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟